درود دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است. این نوبت بیشتر ترانسفرهای احتمالی باشگاه رئال مادرید را فراگیر است. شماره پیرونیکور در چمپیونات ایتالیا خصوصا در صف میلان میتوان سر از زمستان بیشتر شود، زیرا خود سرخیو راموس از زمستان میتواند از مکزیک بیاید. با قول نشر ایتالیایی کالچو مرکاتو، راموس در میان موسم شرطنامه کاری خویش را با مونتری قطع کرده است و الکی در جستجوی باشگاه اروپایی است. با گفته راموس میخواهد در صف میلان با همراهی مودریچ بازی نماید، ولی مهم آن است که مگر میلان چنین خواسته های سرخیو جنجالی را قبول میکند یا نه. گپی دیگر آن است که دفاعگر 39 ساله به نیت برآمد در چمپیونات جهانی سال 26 میخواهد تجربه هرچی بیشتری بازی داشته باشد. چند پیش حتی گفته میشد که وابسته به شماره زیادی دفاعگران جراحت برداشته در رئال راموس حتی میتواند به دسته شاهانه کامبک نماید. چنین خیالات و آوازه ها را تبدیل دادن به حقیقت البته که اندک مشکل می شود، ولی اگر رئال چنین طور در لالیگا هر زمان گل سر دادن گیرد و مدام مساوی کند، مخلصان این تیم حتی با آمدن پپه پرتغالی امید بسته می توانند. از جانبی دیگر با وجود فضای ناسالم میان بازیگران در اتاق لباس بازیکنی و گوش ندادن بعضی ستارگان به سخنان آلونسو، بودن نفری چون راموس به نظرم در صف دسته پرس خیلی هم ضرور است، زیرا یک دو نفر را حتما در جایشان شینانیدن در کار است. یک نفری دیگر که کلان از پوشیدن پیراهن ابردسته مادریدی کلان خوشبخت نیست، این هم اندریک بیچاره است که خب آلونسو واقعا هم نسبتش ظالمانه رفتار میکند. نفری که یک زمان چون استعداد کلیدی و گلزن در فرصت‌های الهه‌ای دانسته میشد، از آمدن آلونسو به تیم کلان نادر کار شده است. زمستان به خیالم اندریک از رئال یا اجاره یا به طور پورا بیرون می شود. الکی گفته میشد که در صورت پرداخت شدن قسمت بیشتری معاش برزیلی لیون او را به اجاره گرفتن است و همچنین از جانب دستای چون روما نیز او پیشنهادها در دست دارد. خب آلونسو را چی به خیلی آمده است که حتی در بازی‌های ضروری هم با اندریک بر این بازیگران درکاری یگان ثانیه برآمدن به میدان هم شانس نمیدهد، ولی میگویند که شماره نفران ناراضی از کار آلونسو زیاد می شود. انا از برای همین کار است. وقتی با وینیسیوس جنجال میکنی دو همشهری دیگرش را به میدان نمیاری، اسیون برزیلیان در زمین مادریدی البته که با تبادلات بزرگی باشگاهی مبدل می شود و این هم به یک گفته میتواند برای خود آلونسو پس از شماره های زیادی مساوی باعث سرخوری هم شود. درباره وضعیت ناجور و حالت تلخی خب آلونسو که گفتیم مخصوص برای دلباختگان به خاطر دلباختگان رئال مادرید، موضوع را اندک هم باشد طولانی تر ادامه میدیم. بعد از 3 مساوی پی هم در پریمرا با رایو والکانو، الچه و ژیرونا در 3 بازی که 6 گل به بیگانگان رفت، نه تنها زینه اول جدول هم از دست رفت، بلکه صدای بلند آلونسو میان ستارگان هم پایین شد. ولی وقتی نتیجه در تیم شاهانه به یک بارگی چنین می شود، فشار آن بازیگران غیر زمینی هم نسبت مربی بیشتر و بیشتر می شود و با گفته اگر کاری آلونسو چنین طور ناراحت کننده باشد، خود زیدان می تواند که مرتبه سوم به دسته شاهانه برگشت تاریخی انجام دهد. خود آلونسو باشد می تواند به لیورپول رفته در موقع آرن اسلات تجربه بیشتر در ابردسته ها بگیرد. و دلوان نمود که مقابل اتلتیک بیلبائو برای آلونسو روی نتیجه می تواند بازی حل کننده باشد. نفران ناراضی مثل وینیسیوس، مباپه و بیلینگهم الکی بونگی استراب زده میخواهند که آلونسو از دسته شهر مادرید کنار رود. در این باره نشر ایندی کایل می نویسد تصور کنید که اگر 3 بازیگر اساسی رئال مادرید طبق چنین آوازه ها ناراضگی نسبت مربی کرده باشند، برای خواب آلونسو هم در تیم مادریدی روزهای به شمار ماندند. در ردیف آوازه ها اوید رفتن های آلونسو از رئال میتوان گفت که حتی فدریکو والورده هم میتواند از رئال مادرید رود، زیرا این بازیگر اورگوایی به MLS و منچستر یونایتد پسند آمده است و اگر که مناسبتش با آلونسو با قول ساز نشود میتواند دسته را ترک نماید. نوبت از آن که ارزش بازاری والورده 130 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد، با قول میرور یونایتد نیت دارد که اورگوایی را با ارزش کمتر از 100 میلیون یورو خریداری نماید.
اگرچه رئال نمیخواهد نرخ را از 100 میلیون یورو کمتر نماید، ولی ام یو باور دارد که برای عوض 70 میلیون یورو والورده را خریداری کرده می شود. اگر کسی به این ترانسفر باور نداشته باشد، همانا می تواند گزارشی نابهنگامی کازیمیرو برزیلی را به یونایتد در رو به یاد بیارد. در زمین انگلیسی باشد، در این حال دقت‌های مخلصان در برابر قدرتمندی ارسنال و ضعیفی‌های لیورپول همچنین نسبت بازی خوب آنتوان سیمنیو زیاد است. نیم حمایتگر بورنموث این موسم به درجه قدرتمند است که یک زمان لیورپول خواستش می‌شود و این نوبت باشد خود منچستر او را خریدنی است. سیتی پولدار نیت خریداری این بازیگر را بر عوض 65 میلیون پوند در این زمستان دارد. بازیگر 25 ساله تیم ملی گانا این موسم از آمار 13 بازی و 6 گل و 3 ارسال گلی برخوردار است. کلی ابردسته‌ها را نسبت خود عاشق نموده، الکی خود همین زمستان میتواند برای شفتال‌ها نزدیک 100 میلیون پوند از بازار بیارد. ولی کلین البته که میتواند پس از انجام بازی‌های جام ملت‌های آفریقا عملی کرده شود. یک پولداری دیگری فوتبال انگلیسی در برابر سیتی البته که چلسی می باشد. چلسی خریداری گروه بازیگران از جانب چلسی یک زمان خودی مرسکا را در غفلت گذاشت، ولی با تازه کردن صفی دسته از بازیگران نالازم البته که نتیجه کبودها هم عین حال رنگی دیگر گرفته است. مثلا دور گذشته کبودها توانستند در پریمیر لیگ انگلیا 10 نفره جلوی ارسنال ارتتا را بگیرند، ولی این همه سابق دسته ابراموویچ را از خریداری پیشکی بازیگران باز نمی‌دارد. مثلا دسته باولی با خریداری یک زمره دروازه‌بانان الکی نام برآورده است و خریداری گرانترین دروازه‌بان در تاریخ هم به این تیم ربط دارد. این مورد نوبسته از بازی خوبی روبرتو سانچز، چلسی می‌خواهد این مورد میکمنیان را از میلان به دست دارد. دروازه‌بان اساسی میلان الکی تابستان بازیگری آزاد می شود و دیگر نمی‌خواهد با تیم حاضره مودریچ شرطنامه تمدید کند. اگر یادتان باشد ترانسفر کیپا در سال 2018 از اتلتیک به چلسی تا حال میانی دروازه‌بانان رکوردی بوده. سپس با ادوارد مندی 22 میلیون از رن او را عوض نمودند. خلاص که دردی دروازه‌بانی در چلسی تا حال شفای خود را نیافته. این تیم نوبسته از نتیجه داخلی دروازه‌بانها را خریدن می‌گیرد. با ادامه سخن سر پولداران یا که نفرانی دارای همیانی بقوت و سرموشک میتوان گفت که PSG زمستان باز هم از پولداری خود نشان دادن است. هرچند که ترانسفرهای گران ارزش میان تیم‌های پاریس و میونخن زیاد بودند، ولی گزارش دفاعگر دایا اوپامکانو میتواند این روی خط را پوره کند. و قول ژورنالیستی آلمانی فلاریان پلاتنبرگ، PSG ادعا دارد که دفاعگر فرانسوی را از باشگاه باواریا میونخن شامل تیم کند. هرچند که باواریا نیتی تمدید کنی شرطنامه با دفاعگر فرانسوی را دارد، ولی فشار پول شیخانه میتواند کلی مناسبت میان بازیگر و باشگاه را تماما دیگر کند. مثل بازیگر فرانسوی و تیم میونخنی مسئله معاش شرطنامه‌ای الکی و قول توری نمیگیرند و از این رو PSG در نزد رسته‌های بازاری روزانه زمستانی براحت کمین گرفته است. در قسمت‌های پایانی برنامه مذکور به کامیابی فوتبال همسایه کشور یک نظر میکنیم. بعد برآمد عالی منتخب 17 ساله ازبکستان در جام جهانی، اگرچه توجه نسبت بازیگران این کشور در اروپا زیاد شد، بازیگران بزرگسالشان الهام گرفته دیگر باره از خود جوانی نشان میدهند. مثلا نسبت سابق بازیگر تیم‌های اوفا و اسپارتاک مسکو استون اورونوف الکی چند تیم‌های چمپیونات روسیه از زمره زنیت دقت کردند. اورونوف بعد آنکه در پرسپولیس ایران از خود سر و صدا بلند کرد، دیگر باره میتواند به چمپیونات پرقوت رود و از آنجا البته راه جانب اروپا پیدا نماید. ولی گپی دیگر قابل توجه از سوپرلیگ ازبکستان این به احترامی نسبت مربی تاجیکستانی ویتالی لفچنکو می باشد. تصور کنید که ویتالی لفچنکو چون بهترین مربی سوپرلیگ ازبکستان 2025 و چون بهترین نفری مربی در موسم گذشته الکی بیکار است. زیرا شرطنامه مربی اوکراینی تبار با نفتچی پایان یافت و به خیالم دیگر هم تمدید نمی شود. به احترامی نسبت مربی هم به نظرم آن است که
با این نفر باید پیشنهاد تمدید شرطنامه به طور خودکار صورت می‌گرفت. نفری که پس از 24 سال در ملک فرغانه قهرمانی و جشن فوتبال آورد نخواست که به چنین آسانی گسیل کرده شود. با یک گفته در نفچی سابق سرمربی تیم تا 17 ساله ازبکستان اسلامبک اسماعیلوف سرمربی می شود. تکیه کردن به نفران خودی البته که همیشه خوب است، ولی اگر لفچنکو در یک دسته سوپرلیگ ازبکستان پیشنهاد نگیرد این هم البته که غیر عادی و هنگاموی به نظر می رسد. ولی چطور بعضی رسانه ها می نویسند نسبت ویتالی گریگورویچ پیشکی از دسته های دیگر سوپرلیگ ازبکستان و حتی کشور قزاقستان هم پیشنهادها در دست هستند و ما با امید هستیم که لفچنکوی خودی مدام موفق و چهره پر از شادمانی خواهد داشت. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.